سلام بچه‌ها، من محمد نارتا هستم و خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قرار بازی لول دیولو کنیم که دیروز پارت اولش رو گرفتیم که 5 مرحله رفتیم. امروز قراره تا مرحله 10 بریم که الان ما مرحله 5یم که 5 رو تموم کردیم تا مرحله 5 و الان میریم 6 که مرحله 6 تا 10 رو میریم و آره دیگه. و این پارت دوم فشار ترین بازی دنیاست و بریم. خب اول الان میریم. دیدی پشمو، مثلا من بدونی که میدونم خدا قاطی کردم. فهمیدم جریان شو. اگه بره عقب، فقط عقب با سرعت بعد میاد پایین. وای خیلی سخته این میگم. به این میگم بازی. خب آها و بله بچه فهمیدم. اینو میریم بالا 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 تا اینجا این میاد. حالا این بر فهمیدمش. حالا میریم مرحله 7. آها اینطوره. وای فهمیدم دیگه. حالا این چطوریه؟ نگاه، اینطوری و اینطوری و اینطوری. خب حالا میریمش. نگاه. حالا این دفعه چطور؟ اصلا افتادم. حالا میریم این مرحله. وای خب بچه ها به خدا نمیدونستم. هی یادم میره اینجا در واقعیت بچه سخت‌ترین مرحله‌ای که این داره در واقعیت همون فصل آخرشه که دارم میرمش. یعنی در حدی سخته اصلا خیلی. حالا این افتادم زرسی. حالا این خوبه. حالا میریم مرحله 8. آره این 8. خب این اینطوری که تلپورتمون میکنه مثلا از این ور به اون ور. الان درست شد. گرفتم. چیه باید چیکار کنیم؟
میای با منتظر بمونین. شانس رو ببین. خب من هر ثانیه میگم خب. خب اینطوری که تا ابد گیر میافتم. آها خدا، خیلی بازیش نامستم. حالا اینجا حالا اینجا. من خود تو ذهنم نمیمونه که. فهمیدم، گرفتم. آها اینه. خب ماشاءالله خدا، من به نظر من اینه. پس اینه. پس این فکرم میتونم سرم برمش. خب حالا میایم. فهمیدم. خب حالا میایم اینجا. حالا درست شد. بریم مرحله 9. اینجاست 9. غلط کردم. برا آها رفت. شوری تا موقعی که رفتم اینقدر شدم. شبیه مورچه شدم. ویون 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 ویون. خب بچه من این ریزم پایینه که دارم میپرم. حالا میایم اینجا. خب فهمیدم. میایم اینجا. حالا مثل عادی میشیم، مثل آدم و میریم. حالا میایم اینجا. چقدر نازک. زرتی. هی این چیه؟ وی این چه سمی بود؟ وای کمک. حالا شانس رو ببین یا خدا، قد رو ببین. غلط که فهمیدم. بابا غلط کردم دیگه. حالا تمام. حالا میریم مرحله 10. مرحله 10 اینطور. مرحله 10 اینطور. حالا اینطور. چرا اینطور شد؟ قرار نبود که اینطور شه. این دفعه دیگه بردم. این دفعه دیگه واقعا بردم. غلط. وای یکم.
خب یه فکر دارم میپریم و میریم. او پارکور. بچه ها راستی ماینکرافت سروایول رو اگه میخواید ماینکرافت سروایول با علی او ام جی بریم، لایک ویدیو رو نه لایک های ویدیو باید تا 10 تا برسه که میریم حتما. دارم هم تو زر میزنم. آره یه پارکور ساده هم بلد نیستم دیگه. وای بچه این پورت خیلی یکم طولانیشون سخت تره، خیلی سخته. وای یه دفعه بچه. خب این دفعه دیگه باید ببرم. نه این دفعه اون دفعه اشتباهی کن. این دفعه دیگه 100% میبرم. ببین آرام، هیچ عجله‌ای نمی‌کنیم. حالا اینجا بفرما. حالا میایم. وای این خیلی سخته. برو وای این دفعه باید بشه. شانس و نگاه یا خدا. این دفعه دیگه 100 میتونمش. یادش گرفتم. تونستیمش. خب دیگه این مرحله 4. واه این چیه؟ خیلی واقعا این دیگه سخت بود. اینو دیگه این دفعه میریمش. بچه ها بعدی که این بازی رو تمامش کردیم میریم برای فشاری ترین بازی جهان اصلیه که تا 200 لوله. اون لولیه، یعنی مثلا مرحله ای نیست، هر بار که میبری یه لول بهت میده. باید تو ذهنم باشه مثلا. آها حالا این مرحله آخره. بچه من همینی هم که داره حرکت میکنه و میپره. واقعا اصلا منطق تو این بازی. و بچه ممنون که این ویدیو رو دیدید و ویدیوی بعدی دیگه ماشاءالله خیلی مرحله های بیشتری میریم. و بچه من 863 بار مردم، نگاه کنید. و ممنون که این ویدیو رو دیدید. تا ویدیوی بعدی، بای بای.